سلام، خیلی خوش اومدین. هفته پیش توی مهمونی بودم، یه جمع خودمونی، چند تا از دوستای صمیمی که از زمان دانشگاه همون میشناسیم و بعد از اینکه درسمون تموم شد هر کدوم رفتیم دنبال زندگیمون. حالا هر از چنگایی دور هم جمع میشیم و دیداری تازه میکنیم. روز قبلش حامد، یکی از همین بچه‌ها که الان توی شرکت خصوصی مشغول به کاره، زنگ زد و گفت که پسرعموش اومده خونه‌شون و اگه ما اوکی باشیم اونو هم با خودش بیاره. ما هم گفتیم آره، چه اشکالی داره، با هم بیاین که اونم تو مدتی که با همیم توی خونه تنها نمونه. خونه محمدی رو قرار گذاشته بودیم. هولوش ساعت 8 بود که دیگه هممون رسیده بودیم و منتظر این بودیم که حامد و پسرعموش هم برسن. نزدیکای 9 بود که اومدن. رسیدن و سلام احوال پرسی و اینا. حامد پسرعموش رو بهمون معرفی کرد. شاهین، 27 ساله، دانشجوی ارشد مکانیک. تا قبل از شام خب ما هی حرف میزدیم و از خاطرات گذشته میگفتیم و شوخی‌های همیشگی و این داستانا. خلاصه شامو خوردیم و با کمک هم وسایلای شامو یکم جمع جور کردیم و باز نشستیم دور هم و مشغول به صحبت شد. از اول مهمونی شاهین کلا کم حرف میزد، در حد اینکه مثلا حرفای ما رو تایید کنه و اینا. خب یکم حس غریبگی میکرد و بیشتر سرش تو گوشی بود. تا حدی هم طبیعی دیگه، بالاخره وقتی که آدم اولین بار وارد جمعی میشه و با افراد تازه‌ای برای اولین بار ملاقات میکنه یکم معذب میشه. اون وسطا یکی دو دقیقه جمع ساکت شد و انگار دیگه کسی حرفی برای گفتن نداشت. من یهو برگشتم گفتم خب شاهین جان، شما چه خبر؟ کم حرفی ها؟ همه چی خوبه؟ اوضاع میزونه؟ در واقع چون حس کردم که معذبه خواستم خیلی اذیت نشه و خودش رو با جمع یکی کنه. شروع کرد به صحبت کردن. مشخص بود که کلا یکم خجالتیه. وقتی داشت صحبت میکرد هممون به حرفاش گوش میکردیم و حتی لابلای حرفاش از موضوعاتی هم که داشت میگفت سوال میپرسیدیم. من تو تمام مدتی که شاهین داشت حرف میزد حرکاتش رو زیر نظر داشتم. حدودای 11 اینا بود که دیگه به قول شارژ هممون تموم شد و از همدیگه خداحافظی کردیم. توی راه خونه که بودم به شاهین فکر میکردم، به اینکه یه پسر 27 ساله که خب توی جامعه است و داره درس میخونه و تو این سن به بلوغ ذهنی هم رسیده، چرا وقتی که داشت صحبت میکرد خجالت میکشید. بعد پیش خودم گفتم خب اولین بار بود که ماها رو میدید، شاید کلا خجالتیه، شاید اصلا کلا آدم درونگراییه. آره همه اینا درست، اما بیشتر که فکر کردم دیدم مشکل شاهین بیشتر توی فن بیانشه. شاهین وقتی که حرف میزد زبان بدنش طوری بود که انگار بدنش رو جمع کرده بود، در حالی که اگه مثلا نحوه نشستنش بهتر بود یا به جای اینکه دستاشو قفل کنه حین صحبت کردن با دستاش صحبت میکرد و از دستاش کمک میگرفت، راحت‌تر میتونست ارتباط برقرار کنه. توی بعضی از جمله ها واضح و شمرده صحبت نمیکرد و کلمه ها میرفتن تو هم و این خودش باعث میشد که انتقال اون پیامی که میخواست به ماها برسونه با مشکل مواجه شه. تو مدت زمانی که داشت راجع به خودش حرف میزد بیشتر با من که اول ازش سوال پرسیده بودم ارتباط چشمی داشت، در حالی که اگه چشمشو میچرخوند و با بقیه هم ارتباط چشمی برقرار میکرد خیلی بهتر بود. همین خیره شدن فقط به من حواسش رو موقع حرف زدن پرت میکرد. شاهین اگه تو تمام مدتی که حرف میزد یکم چاشنی طنز به حرفاش میداد و خیلی دیکته‌وار حرف نمیزد، بیشتر میتونست ما رو مشتاق کنه که به حرفاش گوش بدیم. درسته که حالا اولین بار بود ما رو میدید و اوایل مهمونی جو براش سنگین‌تر بود، اما در کل اگه اعتماد به نفس بالایی داشت دیگه بعد از یکی دو ساعت بودن تو جمع ما میتونست موقع حرف زدن اون حس منفی و ترس یا استرس رو نداشته باشه، یا مثلا وقتی که داره حرف میزنه گلوش خشک نشه و توپق نزنه، یا اگه توی تمام مدتی که حرف میزد تون صداش رو بالا پایین میبرد و یک نواخت حرف نمیزد، قطعا حرفاش از نظر مخاطباش که ماها بودیم جذابتر به نظر میرسید. برای اشخاصی مثل شاهین که توی جمع صحبت کردن براشون مشکله، جدای از حالا خجالتی بودن یا مثلا درونگرا بودن که این ویژگی ها هم اصلا نباید باعث شن که آدم فن بیانش به مشکل بخوره، اینکه بیان تمرین کنن دایره لغاتشون رو بالا ببرن، یا اگه حوصله کتاب خوندن ندارن پادکست زیاد گوش کنن، یا اگه با آدم‌های خوش صحبت اطرافشون بیشتر گفتگو کنن، خیلی میتونه بهشون کمک کنه. آدمایی که مثل شاهین هستن و این ویژگی ها رو دارن وقتی که میخوان صحبت کنن معمولا بین جمله هاشون از یه آواهایی مثل از این جور آواها استفاده میکنن که در واقع میخوان از اینا کمک بگیرن برای بهتر صحبت کردن. حالا اگه به جای این کار بین جمله هاشون سکوت کنن خیلی راحت تر میتونن به صحبت هاشون ادامه بدن.